ماه رمضان ماه عبادت و بندگی است، ماه ایثار و خودگذری و شکستگی است. گرچند که بندگان گنهکار خدایم، ماه صفای قلب و هدایات زندگی است، ماه صفای قلب و هدایات زندگی است. ماه رمضان ماه عبادت و بندگی است، ماه ایثار و خودگذری و شکستگی است. گرچند که بندگان گنهکار خدایم، ماه صفای قلب و هدایات زندگی است، ماه صفای قلب و هدایات زندگی است. بهر ثواب امر خداوند را بگیر، چون به نیازی دست نیازمند